به سلامتی و افتخار اون پسری که 2000 تومن پول تعجیبش نداره گوشی 3 میلیون تومانیشو شارژ کنه. دیدی تناسبا رو؟ حتی شوخی کردن دخترها و پسرها با هم فرق میکنه. کلاس پسرها میری چجوری پسرها با هم شوخی میکنن دخترها. پسرها تو کلاس یه حلقه 10 15 نفری جمع میکنن میگن خب بچه‌ها اصغر اومد سری قبل که بنزین ریختیم رو میزش آتیشش زدیم کلش تیز خورد کلی خندیدیم. این سری من 6 تا میخ با آدانس چسبوندم رو صندلیش. این به محضی که نشست مجید اسید و از پاش میریزه رو پاش. این شلوارش سوخت آب رفت بلند شد حامد ستاشغل میکشه تو کلش تو جفبا برو تو کلیهاش. این میره تو در خورد صورتش کبود شد ما میخندیم میگه ایول عشق هست همینه. حالا برو کلاس دخترها شوخی کردنشون. ببین من مدادشو برمیدارم تو بهش نگو دست منه. میگه وای چه هیجانی داری.